این یه ساختمانی هست توی تهران که حالا توی لیسبون هم ساختمان رو نشونتون عکسای مرتبطون نشون میدم. خب این فکر میکنم همه دوستان این سنگ رو میشناسن. توی فکر میکنم دهه 70، اواخر دهه 70، اوایل دهه 80 شمسی این سنگ چون گرانیت بود خیلی یه دفعه اقبالی بهش شد، توی نمای بیرونی کار شد. سبز پیرانشهر هست و میبینید که خب چه اتفاقی براش افتاده با توجه به که حالا آقای دکتر زلولی و بقیه دوستان تخصصشون بهتر هست و میتونن روی این تغییر رنگی که روی نمای اتفاق افتاده دلیلش به اصطلاح اگر صحبتی هست بفرمایید. در خدمتتون هستم. آقای دکتر زلولی بفرمایید. ببینید من الان نمیدونم واقعا، من چون تا الان در واقع گرانیت سبز پیرانشهر رو کار نکردم، ولی در مورد مثلا گرانیت یک گرانیت خیلی معروفیه، گرانیت سبز آبرنگی، نمیدونم حالا ببینید این یه در واقع یه شورومی بود، ما رفته بودیم بازدیدش، گفت ما مشکلی که با این سنگ داشتیم. آقای دکتر میخواید چیزی رو عکس رو نشون بدید آقای دکتر؟ من نه. ببخشید من بکنم بفرمایید. بعد گفتن ما این سنگ رو که استفاده کردیم تو یک نمایی بود، در واقع این رنگش بعد مدتی زرد شد در واقع. بعد گفت احتمال میدیم این به خاطر در واقع رزین نامطلوبی بود که استفاده شده، این به خاطر همین رزین است. بعد ما یه پروژه‌ای بود، این سنگ رو برای شرکت در واقع شرکت آوامداد بود، ما این سنگ رو در واقع آنالیز کردیم. معمولا گرانیت‌های در واقع سبز کانی‌هایی دارن که سبز رنگ هستن و این رنگ سبزشون رو از اون کانی‌ها میگیرن. در واقع کانی‌هایی مثل فوراکتینولیت یا کانی‌هایی مثل اپیدوت که اینا زرد رنگ هستن. کانی اپیدوت یه ویژگی که داره در واقع تو ساختارش کلسی، در واقع میشه گفت کلسی که نگم سی خیلی فراوان داره. اصلا خود کلسیت سی فراوان داره، میگیم CaCO3 در واقع کربنات کلسیومه. میگیم کلسیوم زیاده. کلسیوم یک ویژگی که داره در مقابل باران‌های اسیدی خیلی در واقع حساسه. این یه دلیلش میتونه این باشه که در واقع به دلیل در واقع واکنش مثلا با کانی‌های کلسی که یه ویژگی دیگه‌ای که میتونه چیز کنه به خاطر آهنشه. معمولا این سنگ‌های گرانیت‌های سبز رو اگه بخوایم چیز کنیم خیلی از لحاظ چگالی نسبت به گرانیت‌های روشن معمولا چگالی بالاتری دارن. این چگالی بالاشون به خاطر در واقع آهنشونه، آهنی که تو ساختار کانی‌هاست مثل فراکتینولیت یا ترمولیت. اینا میتونه در واقع در اثر باران‌های اسیدی این آهنه آزاد بشه، کلسیک هم از یه جایی آزاد بشه، CO2 تو محیط باشه، میتونه یک کانی تشکیل بده، کانی سیدریت. در واقع این کانی سیدریت باعث یه رنگی زردی به سنگ میده که اون طرف چون استفاده کرده بود بهش میکرد این رنگ زردش به خاطر اون رزینیه که استفاده شده. ولی مثلا ما تو آزمایشی کردیم دیدیم نه، این رنگ زرده به خاطر چیه؟ آزاد شدن آهن از کانی‌های فرامنیزین و آزاد شدن در واقع CaCO3 از کانی‌هایی که دارای کلسیوم هستن یا کربنات کلسیوم هستن. سیدریت تشکیل میشه. سیدریت یه رنگ در واقع کانی که رنگ سبز در واقع زرد داره، اینا تحت تاثیر قرار میده. حالا در مورد این سنگ من الان نمیتونم واقعیش نظر بدم که چون من گرانیت پیرانشهر رو تا الان چیز نکردم، ولی بازم اگه چیز باشه میتونه به دلیل همین کانی‌های در واقع آهندارش یا کانی‌های کلسیم که نسبت میتونه در هوای آزاد تحت تاثیر اکسیداسیون قرار بگیره، تحت تاثیر باران‌های اسیدی قرار بگیره، این رنگش چیز کنه، تغییر کنه. دقیقاً آیه دکتر، دقیقاً به خاطر حالا تا اونجا که من اطلاعات آیه دکتر نجاتی فکر کنم از همه ما تخصصشون بیشتر باشه تو بحث گرانیت‌ها، این تغییر رنگ‌ها یا زرد شدن این سنگ سبز پیرانشهر به خاطر همون در اصل کانی‌های آهنی هستش که حالا دچار زنگ زدگی میشه. اما اینجا حالا آیه مهندس خانی هم هستن میتونن کمکمون کنن، اگر دوستان معمار ما هم هستن اینجا ببینید اینجا خطای طراحی بسیار فاحشی اتفاق افتاده که این بالا میبینیم این شره
که روی نما آب دقیقا مشخص روان آبهایی هستش که ناشی از کج. این نمای رو به شرق ساختمان هست، تو منطقه یوسف آباد تهرانه، که حتی ببینید این دیتیل اشتباه حتی روی نمای شیشه‌ای هم این آلودگی رو، اون دقیقا رد روان آب رو روی نما میتونیم ببینیم که خب این روی سنگ طبیعی خیلی میتونه، سنگی مثل سنگ سبز پیرانشهر میتونه باعث آسیبش بشه. اون هم چی است؟ عدم اجرای یک آبچکان ساده. ببینید ما این حرکت منحنی رو تو نماهایی که به اسم نماهای رومی معروف شدن داریم. حالا من اگه تصاویرش رو الان پیدا کنم باز نشون میدم خدمتتون. یعنی آب وقتی که روان آب روی نما جاری میشه، مخصوصا در جاهایی که امکان نشست گرد و غبار وجود داره روی جزئیاتی از نما، که این جزئیات نما تو نماهای رومی خیلی زیاده، جایی که لبه ایجاد میشه و اجازه میده که گرد و غبار توی هوای آلوده‌ای مثل تهران، حتی مثل اصفهان، مثل شهرهای، همه هوای شهرهای بزرگ ما راحت بیان اونجا بشینن و بعد اولین بارون این گرد و غباری که در مثلا فصول گرم مثال اونجا نشسته رو میشوره و میاره، و اگر ما آبچکان اجرا نکرده باشیم به راحتی روی نما حرکت میکنه و یه همچین چیزی رو، یه همچین تصویری رو، یعنی کمترین آسیبش این هستش که ما تو دستبندی آسیب ها یکی از دسته های آسیبی هستش که به زیبایی نما میخوره. یعنی حداقلش این است که نمای ما رو کثیف میکنه. خود این کثیفی منجر به بروز آسیب‌ها، یعنی ممکنه این مثلا هوایی مثل تهران، اون گرد و خاک، اون آلودگی که ته‌نشین شده روی اون لبه‌های حالا برجستگی‌های نما و اینجوری شره میکنه و با اولین بارون حرکت میکنه روی نما، میتونه یک محلول اسیدی رو ایجاد کنه که باعث خورندگی و یعنی اون روند فرسایش سنگ رو به اصطلاح سرعت بهش بده. اگر دوستان نظری روی این حالا تصویر دارن بفرمایید یا نه من برم سراغ تصاویر دیگه. یه نکته‌ای عرض کنم آقای دکتر. دارید صدای بنده رو؟ بله بفرمایید. دیروز اتفاقا با چند تا از دوستان یه سر رفته بودیم هتل اسپیناس پالاس و تو کف محوطه هم اومده بودن و سنگ گرانیت مشکی کار کرده بودن و بعد حالا نمیدونم این پروژه برای کیه و کی سنگاش کار شده، سنگای کفش، ولی خب رنگ سنگ‌ها پریده بود و سنگ‌ها گور شده بود اصطلاحاً. گور شده بودن. حالا من قبلا یه چند تا مقاله در مورد همین داستان رنگ پریدگی سنگ‌ها، حالا رنگ پریدگی کلا تو متریال‌های مختلف خوندم، بیشتر مربوط به مباحث فیزیک بود. حالا تو مقاله‌ها یعنی همشون اشتراکاً به این نتیجه رسیده بودن که دو تا عامل، یعنی دو تا اتفاق میفته وقتی که آفتاب به متریال مشکی میتابه. اولا اینکه اون تابش یووی، اون به قول معروف اشعه های یووی که به سطح ماده برخورد میکنن، اینا به تدریج پس از گذر زمان پیوند بین ماده رو تضعیف میکنن، هر ماده‌ای که باشه، از پارچه گرفته تا سنگ تا مواد دیگه، پیوند بین عناصر در اثر تابش یووی بعد یه مدت تضعیف میشه و اینکه وقتی توی متریال مشکی اشعه یووی تابیده میشه، دمای اون ماده میره بالا. این بالا رفتن دما باعث میشه که اون تضعیف شدن پیونده بیشتر بشه و اینجا اصطلاحاً یه فرایند علمی اتفاق میفته به اسم فوتو دیگردیشن، که حالا دیگردیشن رو حالا ما توی زمینشناسی و حالا بحث زمینشناسی مهندسی حالا اضمحلال و زوال و اینها معنی میکنیم، یعنی فرسایش، میتونیم بگیم فرسایش. یه همچین اتفاقی برای سنگ میفته. سنگ واقعا هم از لحاظ شیمیایی ضعیف میشه، یعنی رنگش میپره، و هم از لحاظ فیزیکی و مکانیکی میتونه به قول معروف اون قابلیت خودش از دست به دو ضعیف‌تر بشه. توی خود حالا بحث رنگ پریدگی خود سنگ من حقیقتش مقاله خاصی ندیدم. حالا اگر آقای دکتر زرلی در این مورد مبحثی رو دنبال کردن بفرمایید. من مقاله ندیدم تا الان کار کرده باشم. آقای دکتر اجازه بدید منم حالا یه موضوعی که زیاد بی‌ربط هم نیست به این مسئله، مخصوصا تو بحث طراحی، جناب دکتر موسوی باز
بهتر اشراف دارن. ما یه مسئله اصلا داریم تو بحث استفاده از متریال‌های مشکی رنگ تو مکان‌های خیس، که حالا این نمایی هم که آقای دکتر دارن نشون میدن دقیقاً به خاطر اجرا نشدن یه دیتیل ساده آبچکان همچین اتفاقی افتاده که حالا ما بیشتر توی سرویس‌های بهداشتی هم این مسئله رو داریم دقیقاً. یعنی چه سنگ تیر استفاده بشه، چه سرامیک تیر استفاده بشه، به خاطر وجود اون املاح و اون حالا عناصر داخل آب نسبت به هر منطقه‌ای بعد از یه مدتی شروع میکنه این به لک شدن. یعنی یه جرمی به خاطر اون قطرات آب میگیره که همون متریال به شدت زشت میشه و همین که اون فضا رو دقیقا مثل این نما یه جلوه زشت و کثیفی بهش میده، که این هم دقیقا یکی از اون مسائلی هست که تو بحث طراحی حالا نسبت به اون منطقه یا اون فضا باید دقت بشه. این تو بحث طراحی معماری خیلی مهم هستش که ما از چه نوع متریالی داریم استفاده میکنیم، که حالا منم با اجازه دوستان ان شاء الله دکتر صحبتش تموم شد یکی دو تا از پروژه هایی هستش که خب میشه درباره دقیقاً این مسئله رابطه بین دفاتر معماری، طراحی معماری و انتخاب نوع اون متریال یا سنگ مخصوصاً و نوع اجرای هر سنگ رو یه صحبت کوتاهی داشته باشم که یه مقدار اون عدم آشنایی معماران عزیز و همکاران بنده با یک سری مسائل خیلی کوتاه بعد از یه مدتی باعث یه سری مشکلات بزرگی میتونه بشه و درد سرساز باشه. ببخشید من وقتتون دادم. خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون. ولی حتما در خدمتتون خواهیم بود. من دکتر نجاتی اگه تو بس تغییرای من دو تا تصویر دیگه هم دارم، چند تا تصمیم ساختمان لیسبون هست اگه اجازه بده اونم بفرمایید. ببینید این ساختمان توی لیسبون هست. این توی تصاویر سال 2015 گرفته شده، یعنی حدوداً 8 سال پیش توی زمستان سال 2015 گرفته شده. من یه نمونه اول رو خدمتتون نشون بدم. این از تصاویر یه دست این نکته هم خدمتتون بگم، تصاویری که از لیسبون الان خدمتتون نشون میدم تماما سنگ‌هایی هست که به روش خشک اجرا شده. این سنگ‌ها حداقل ضخامتی که دارن 2 سانت تا 7 میلی یا 3 سانت به بالا هست و یه همچین ضخامت دارن و به روش خشک هم اجرا شدن. اما نکته‌ای که داره، خب آب و هوای لیسبون پایتخت کشور پرتغال آب و هوای شبیه به شمال ایران داره، با این تفاوت که یخبندان ندارن به اون شکل، یعنی دما زیر صفر نمیاد. بودن مثلا حوالی شاید مثلا 2-3 درجه بیاد توی زمستان، اما یخبندان به شکلی ما مثلا توی تهران داریم یا تو اکثر نقاط ایران داریم اونجا این اتفاق نمیفته. اما دماش تو زمستان همون هولوش 2-3 درجه و تابستان هولوش 35-6 درجه میرسه. اما این خب اول که اقلیمش توی اروپا گفتم اقلیم شبیه شمال ایران داره، این رطوبت اونجا وجود داره و رودخانه تاگوس که حالا انشابی از اقیانوس اطلس هست، حالا تصاویرش توی پروژه بعدی میبینید، از خب این شهر رد میشه. بخشی از این تصاویری هم که الان خدمتتون دارم نشون میدم تو منطقه‌ای هستش که نزدیک به اون رودخانه تاگوس هست، یعنی اون تاثیر میشه گفت اقلیمی شبیه اقلیم ساحلی داره. رودخانه تاگوس رودخانه هست که قابل کشتیرانی هست، یعنی اینقدر عریض و رودخانه عظیمی هستش. خب این نمای سنگ حالا فکر میکنم مرمری، نوعی مرمریت باشه که حالا از نزدیکتر میبینیم، دوستان بهتر میتونن راهنمایی کنن. سنگ قرمز رنگی هستش که اگه اشتباه نکنم این هولوش 20 سال بایستی سن این در زمان عکس این که این تصویر گرفته سن این نما باشه، که حالا من از نزدیکترم میبینیم این تغییر رنگی که توی این متریال اتفاق افتاده که این قسمتی که اینجا میبینم الان موس من رو دوستان میبینن، حالا از نزدیکترم این تصویر رو نشون میدم. اینجا هست که یه تابلو روی دیوار نصب بوده، حالا تابلو رو حالا به هر دلیلی برداشتن و خب اینجایی که مثلا در مقابل نور آفتاب نبوده نسبت به مابقی نما حتی تغییر رنگش، یعنی رنگ اولیه سنگ به نوعی این چیزی بوده که اینجا میبینیم، اما مابقیش هم که حالا همون رنگ پریدگی کلی و اون تغییر رنگی که تو کل نما اتفاق افتاده. هرچند این میتونه بخشی از این تفاوت رنگی که ما تو سنگا میبینیم عدم سورتینگ سنگ در
به اصطلاح اجرای اولیه هم باشه، اما در صورت این رنگ پریدگی نسبت به اون جاهایی که پوشش داشته، تابلوی روش بوده و برداشته شده، این تغییر رنگ اینجا ببینید این سنگ حالا نزدیکتره. این نما که عرض کردم نمای خشکه، یعنی فاصله داره، حدوداً شاید 3-4 سانت 5 سانت از سطح زیر کار فاصله داره. این یه نکته. تمامی درزها که حدوداً 1 سانتی متر درز بین سنگاست بازه، یعنی جریان هوا امکان اینو داره که هوا در پشت سنگ ساکن نیست، جریان داره. این خودش میتونه کمک کنه. و اگر این توی نمای خشک توی آیین‌نامه‌های ایران هم که هفته گذشته اشاره شد، آیین‌نامه شماره 700 یا نشریه شماره 714 سازمان برنامه توی بحث نمای خشک اشاره میکنه که بایستی پایین و بالای این صفحه نما باز باشه که امکان جریان هوا امکان وجود یا ایجاد جریان هوا در پشت نما باشه که خب جلوگیری کنه از نهشت رطوبت بر روی نما. حالا این جلوتر باز این سنگ ها رو از جلوتر میتونید ببینید و که حالا دوستان بفرمایید. صدای نویزی میاد، من نمیدونم برای میکروفون کدوم یکی از دوستانه، آره شما میشنوید یا فقط الان قطع شد؟ فکر کنم برای خانم ماهوش بود. شاید. الان من میبینم صدای ما میاد، احتمالاً از میکروفونشون باز برمیگرده. بفرمایید. حالا این در مورد بحث آسیب هایی که روی نقاط اتصالی هست بعداً حالا صحبت خواهیم کرد. مثلا این شکستگی سنگ تو محلی هستش که اتصال سنگ به روش خشک ایجاد شده که حالا بعداً میتونیم در موردش صحبت کنیم. فعلا در مورد اون حالا تغییر رنگ و این حالا همین سنگ، متریال سنگ است از جلو که حالا دوستان میتونن بهتر از من بگن که این چه سنگی هست و چه چیزی بوده که دیدیم تو اون اتفاقی که توی اون نما. این سنگ اگه اشتباه نکنم سنگ مرمریت هست، درست آقای دکتر؟ بله مالدار. حالا جالبه بریم جلوتر. این عرض کردم که این یه سنگی است، این منطقه‌ای است که منطقه اکسپو است توی لیسبون که خیلی نزدیک به اون رودخونه تاگوس، تقریبا میشه گفت در ساحل رودخونه تاگوس هست که این منطقه حالا اکسپو که بهش گفته میشه به خاطر این است که نمایشگاه اکسپو سال 98 در پرتغال بود که توی این منطقه ساخته شد که حالا یکی دو ساختمان دیگه رو هم بهتون نشون میدم. الان محل به اصطلاح استقرار نمایندگی شرکت‌های بین‌المللی هست. یک منطقه میتونیم بگیم اعیان نشینه اون قسمت بافت مسکونیش و بافت تجاری داریش هم که عرض کردم هتل‌های حالا بخشی از هتل‌های شهر گرون قیمت شهر لیسبون اینجا هستن. معماران معروفی اینجا مثل کاراتراوا اینجا طراحی مثلا ایستگاه مترو دارن. خود آلوارو سیزا که الان پروژه‌اش رو می‌بینیم، معمار پرتغالی که جایزه پریتزگر معماری رو برده، اینجا ساختمون طراحی کرده. این یه ساختمون هتل هست و این نمایی که شما اینجا می‌بینید نمای اگر اشتباه نکنم شمالی جنوبی، الان خاطرم نیست جهتش، سنگ لایمستونه. احتمالاً لایمستون خود پرتغال هم هست. رنگ سفیدی است و حالا از نزدیکتر اگه ببینید این تغییر رنگی که توی این سنگ اتفاق افتاده، این باز هولوش اگر فرض کنیم که اینجا مثلا سال 98 یا 2000 ساخته شده، این 2015 این عکس، یعنی حدوداً 15 سالشه این نما. با توجه به نگهداری هایی که از این نما، البته این نما ممکنه سنش کمتر باشه به واسطه شستشویی که ممکنه یا عملیات تامین نگهداری که رو نما انجام داده باشن و اصطلاحاً کمک کرده باشن به عمر مفیدش، اما حداکثر میتونه 15 سال موقع از تصویر این نما گذشته باشه که این باز لایمستونه. می‌بینیم اون ارتفاعات بالایی یه مقداری ممکنه تغییر رنگ توش، نمیدونم این رو شما نقیصه تغییر رنگ رو توی این نمای سنگ لایمستون می‌بینید یا نه صرفاً اشتباه سورتینگ سنگ نما هست آقای دکتر؟ یعنی سنگی که بوده از اول چه رنگی بوده نظر شما؟ سفید بوده، لایمستون سفیده. بوده؟ بله.
یعنی این میگین اگه این سفیدهایی که هستن شما میگین احتمالش به خاطر اینه که سورتینگش بد بوده. یعنی کدر شدنش آیا به واسطه نزدیکیش به مثلا آب هست، به واسطه حالا آلودگی که ممکنه اونجا تا حدودی باشه هست، خب این طرف یا نه سایه صرفاً ساختمان بود، سورتینگه همین رنگ اصلی سنگ؟ طرف سایه ساختمان بود یا طرفی بود که نورگیر بود سمت در آفتاب الان؟ من فکر کنم این نمای یا جنوبیه یا شرقیه. درسته. این یکی از ویژگی هایی که آهک ها و مرمرها، خب مرمر منظورم مرمر اونیکس ماربل بگم بهتره. خب یکی از ویژگی هایی که حالا انگلیسیش میشه مرمر، ما چون تو زمین شناسی ماربل رو میگیم مرمر، ولی مثلا تو بازار سنگ اونیکس رو میگم مرمر. بله. یکی ماربل های سفید و یکی هم آهک های سفید. این بحثی که آقای دکتر نجاتی کردن وقتی در معرض در واقع تابش نور یووی قرار بگیرن، نور خورشید قرار بگیرن، یک ویژگی که دارن رنگ سفیدشون تبدیل به رنگ کرم میشه. من احساس میکنم این یواش یواش داره رنگ کرم به خودش میگیره. ولی این نکته دیگه ای که هست، اگر بخواد این به خاطر پدیده هوازدگی باشه یا نور یووی باشه، اینجا میبینیم بعضی جاها یه مثلا اسلب یا بلوچی استفاده شده کامل سفیده اگه نگاه کنیم، ولی بعضیا کامل مثلا در واقع کرمه. من احساس من این به خاطر سورتینگشه. البته نکته هم بگم، این سطح این سنگ یعنی اون فراوری سطحیش این سنگ ساب خورده نیست. البته لایمستون می‌بینیم خیلی ساب هم بر نمی‌داره به اون شکل. به قول معروف حالا ما تو تقسیم بندی اون میگیم این راف هست، سنگ به قول معروف سطح سنگ سابیده مثلا صیقلی نیست. این هم در نظر داشته باشید. قسمت‌های پایینی ساختمون خیلی یه دستره، احساس من اینه. خب این نکته هر چقدر ارتفاع میره بالاتر اون تاثیر عوامل محیطی بیشتر میشه. درسته؟ بستگی داره چه در واقع یه موقعی از در واقع این تاثیر مخرب ناشی از چیه؟ ناشی از صعود موینه است. اینجا قسمت پایینی ساختمونه. یه بحثی یه موقعی هست که نه، تاثیر به خاطر چیه؟ به خاطر رطوبتیه که تو هوا وجود داره. این اونجا ممکنه که قسمت‌های بالایی ساختمون بیشتر از قسمت‌های پایینی ساختمون در معرض در واقع آسیب باشن. ولی اون چیزی که می‌بینم قسمت‌های پایینی ساختمون خیلی زیاد چیز نیست، ولی قسمت‌های بالایی ساختمونه که اونم میتونه ناشی از این سورتینگ ضعیفشون باشه، یا اینکه نه به دلیل در واقع رطوبتی که بوده و در واقع واکنش‌های شیمیایی که اتفاق می‌افتاده. این میتونه به خاطر این باشه. بسیار خوب. من پروژه آخر رو هم از لیسبون خدمت دوستان معرفی کنم. این اول با معمارش رو معرفی کنم و احتمالاً دوستان معمار میشناسن این شخص رو. آلوارو سیزا هست، معمار پرتغالی است که عرض کنم خدمتتون که جایزه پیزگر سال اگه اشتباه نکنم 92 رو برد و در نمایشگاه اکسپو در سال 98 توی پرتغال این ساختمان رو طراحی کرد که اینجا رو تصاویر خیلی تر و تمیزش رو به قول معروف می‌بینید. این ساختمان رو که غرفه پرتغال در نمایشگاه اکسپو سال 98 هست. نمای این ساختمان و این حالا اینکه این پوسته بتونی که ازش بگذاریم، بقیه ساختمان نماهای سنگی داره. نکته‌ای که حالا از نزدیک سنگاشو می‌بینید، سنگ مرمریت هست، ضخامت 4 سانته، به روش خشک هم اجرا شده. فاصلهش از رودخونه تاگوس به حد 5 متره، یعنی دقیقاً در لبه رودخونه اجرا شده. حالا این ببینید این رودخونه تاگوسه. این سایت خود من فکر کنم که از دوستان بس میکروفونشون بازه، اگر میکروفونشون رو ببینید میکروفون یکی از دوستان روشنه. میتونه باعث آسیبش بشه. و همچی از عدم اجرای یک آبچکان ساده به ما این حرکت منحنی رو نماها. ممنونم. عرض کنم صدا بنده رو الان دارید؟ بله آقای دکتر. می‌بینید این ساختمان هست، حالا یه نمای پانوراما ازش گرفته. این رودخانه تاگوس است. فاصله‌اش می‌بینید 4-5 متر بیشتر نیست که این تصویر برداری شده. حالا
اگه بریم خود این این یعنی سال 98 این ساختمون ساخته شده. من 2015 از این ساختمون عکس گرفتم، یعنی میشه حدوداً 17 سالش بوده این نما. ببینید حالا چه به روز به قول معروف این نما اومده. این همین ساختمون هست، یعنی تو زمستون سال 2000 و اواخر سال 2015 این تصاویر گرفته شده. حالا این رودخونه تاگوس هست، یعنی پشت به ساختمان من این تصویر رو گرفتم، گفتم رودخونه عریضی هست که حالا اون اسکله و محل. ببینید این نما دقیقاً تو این تصاویر جاهایی که حتی تو ارتفاع بالا اتفاقاتی که برای این نما افتاده، در پای نما، در قسمت‌های پایینی، در قسمت‌های بالایی، اینا قسمت‌هایی که بالا هست می‌بینید اینا رشد اون عناصر بیولوژیک، یعنی خزه رشد کرده به نوعی. این قسمت‌های سبز رنگ اینا کاشی است، سرامیکه، نماهای سنتی خود پرتغال هست که اینجا اجرا کردن. عرض کنم خدمتتون که حالا از این نماهای کلیش رو اگر ببینید از نزدیک من نشون میدم، اینجا حالا باز سنگا رو از نزدیکتر خدمتتون نشون میدم. این تصویر رو اگر ببینید به نظرم میاد که اتفاقی که این چند رنگی که ما تو این تصویر میبینیم ناشی از تغییر رنگ باشه. ولی اگر اشتباه میکنم دوستان اصلاح بفرمایند. ببینید از اون سنگ از نزدیکه، حالا اتصالات به نوعی، حالا ببینید معمارش معمار بزرگیه، طراحی فرم، طراحی فضا، طراحی ساختمان شاید در زمان خودش خیلی خوب بوده، الان هم همینطور طراحی زیبایی هست، اما جزئیات اون طراحی روی پوشش سنگی اگه ما حالا مد نظر ماست بگیریم اشتباهات خیلی فاحشی داره که متاسفانه این آسیب ها رو با اینکه سنی نداره نما، 17 سال سن خیلی کمیه برای نمای سنگی، اما ببینید چه آسیب های زیادی رو تو این نما ایجاد کرده. اولا به واسطه نمیدونم بگیم انتخاب غلط متریال یا حالا تامین نگهداری غلط یا دیزاین غلط، با فاصله کمی از آب یک سنگ حالا ماربل رو به اصطلاح استفاده کردن. ببینید به واسطه اتصالات این سنگ ها توی کنج، من اگه برم جلوتر ببینید این سنگ توی کنج، این پایین یه دو تیکه بوده، اما این سنگی رو که اینجا میبینید این یه ال شکل بریده شده، یعنی دو تیکه سنگ نیست، یه تیکه است، ال شکله، ضخامت 4 سانته، ارتفاعش فکر میکنم 40 حداقل 40 باشه اگه اشتباه نکنم، عددش خاطرم نیست، شاید 40 یا 50 باشه عرض این سنگ و در این طول. وزنی که اینجا داره به واسطه حالا اون اتصالات غلطی که طراحی شده، اولا باعث شده که ببینید درزها، یعنی سنگ نشسته نتونسته اون اتصال وزن سنگ رو تحمل کنه. دوم حالا اصلا اتصال از بین رفته، افتادگی سنگ اینجا هست، جلوتر میبینید که باعث شکستگی سنگ شده. من یه دو تا آخر این تصاویر رو ببینید که کارهای سنگی که اینجا انجام شده. حالا این بحث نماش هست، کنج‌ها بعضن نماهایی یعنی سنگ‌ها به صورت ال شکل برش داده شده. من حالا میرم جلو، ببینید این نمایی است که دقیقاً سمت رودخونه است. ببینید چه یعنی بالا این حالا تغییر رنگ اون باز همون اشکالی که ما توی نمای تهران داشتیم، عدم آبچکان بود. به نظر من اینجا هم دقیقاً اون لبه بام و ما اینجا آبچکان درستی اجرا نشده و ببینید اون نزدیکیش به حالا بگیم دریا، خودشون میگن دریا، رودخونه تاگوس است ولی خب اینقدر عریض و بزرگه، نزدیکیش به آب چجور باعث فرسایش و خوردگی سنگ شده که حالا اون تغییر رنگ رو هم باز اینجا میبینیم و این به اصطلاح روان آبی که روی نما ایجاد شده از بالا، اون حالا میتونیم بگیم گرد و خاک و گرد و غباری که در به اصطلاح اون بالا تهنشین شده، یعنی نشسته و بعد با یه بارون روی نما حرکت کرده و باعث این آسیب شده. اینجا ببینید حتی نیمکت‌هاش با چه سنگی با چه ضخامتی به صورت یه تیکه است، این پشتی اون به همین شکل و همه از سنگ طراحی و اجرا شده. اینجا تو نمایی با سمت آب اون ساختمون در زیر اون قسمت سایبانش هست. ببینید با چه حالا میتونیم بگیم جزئیات و دقتی یا وسواسی توسط طراح حتی توی چیدمان سنگ‌هاش، توی برشش دقت داشته، اما خب حالا روی اتصالات و این چیزایی که باز اینجا میبینید اون باز رشد اون خزه هاست به واسطه رطوبتی که وجود داره تو این ارتفاعی که اینجا
ما داریم نزدیک به سقف، حالا ترک خوردگی، حالا تو این رگه است، ترک خوردگی، شکستگی سنگ. این تصاویر این ساختمون بود. اگر باز دوستان من برگردم رو نماهایی که خیلی تغییر رنگ روش، اگر توضیحی هست که